از پس پرده نگاه کن. تظاهرات علیه جمهوری اسلامی ایران داریم. علیه جمهوری اسلامی؟ بله. من فکر نمی کنم این به این شکل بوده. بناست که این پارچه سبز بلند توسط هموطنانمان در شهر استکهلم برافراشته شود. گروهی از جوانان پشتیبان مبارزات مردم ایران. ما به هیچ گروه سیاسی و به هیچ حزبی تعلق نداریم، وابستگی نداریم و به قول معروف خط مشی این برنامه رو از هیچ گروهی نگرفتیم. خودمون برنامه رو شروع کردیم و ما هم به قول معروف طیف سیاسی خاصی رو که در ایران وجود داره هم حمایت نمی‌کنیم. منظور به طور مشخص منظورم اینه که اینطور نیست که ما حتما از اصلاح طلبها آقای موسوی یا کروبی، نه اصلا اینطور نیست. برای اطلاعات بیشتر میتونید به سایت www.greendemocracy.nu مراجعه کنید. اونجا فلایرشمون و بیشتر اطلاعات رو اونجا گذاشتیم. اگر هم دوستانی تمایل دارن ایمیل بدن، با ایمیل با ما در تماس باشن، میتونن به ایمیل آدرس event@greendemocracy.nu تماس بگیرید. شما متعلق به سایت greendemocracy.nu هستید یا نیستید؟ من و خانم غزال ما داریم به گروه گرین دموکراسی کمک میکنیم. ببینید ما تازه مدلم شدیم در گروه اینترنتی این گروه. برای اطلاعات بیشتر میتونید به سایت www.greendemocracy.nu مراجعه کنید. اونجا فلایرشمون و بیشتر اطلاعات رو اونجا گذاشتیم. ما توی فیسبوک عضو سایت اینها هستیم، یعنی توی استیرلسشون نیستیم و عضو فیسبوک این دوستانمون توی گرین دموکراسی هستیم. و مسئله که بودش این بودش که من موقعی که به عنوان من و افشین قرار شدش که تبلیغات این کار رو و یا حالا فراخوان‌های این کار رو روی خطوط رادیویی و با مدیا در تماس باشیم. پرسیدم آقا خط سیاسی شما چیه؟ گفت آقا من اصلا سیاسی نیستم، کار سیاسی هم نکردم، بلدن فریب بدن و بندازن در دام موسوی و کروبی، کاری که 30 سال پیش هم کردن. صبر کن. شما الان اینجا یه صدایی فقط، هیچی بیشتر از یک صدا نیستید. فریب بدن و بندازن در دام موسوی و کروبی، کاری که 30 سال پیش هم کردن. این مردمی که وسط خیابون داد میزدن موسوی، این جمعیت میلیونی که اونجا وایساده بود داشت داد میزد موسوی. صبر کن. بیشتر از این دارم. من از شما انتظار بالاتر از این دارم. بله منم از شما انتظار بالاتر دارم. من دارم از شما سوال میکنم، شما باید جوابگو باشی. شما اومدی داری شما داری به عنوان برای مردم ایران حرف میزنی. من میخوام بدونم اون فیلمایی که هست و این مردم میلیونی که داشتن بیرون داد میزدن موسوی، اینو کیان؟ اینو چرا نمیگفتن مرگ بر جمهوری اسلامی؟ چرا میگفتن موسوی؟ اسلامی مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر جمهوری اسلامی. فرمودید که از نظر مالی در مضیقه بودید. این پولا رو چجوری می‌خواید، این مخارج رو چجوری می‌خواید تأمین کنید؟ ممکنه برام مسئله که هستش اینه که خب ما یعنی همه بچه‌ها با اینکه هم دانشجوییم هم کار میکنیم، شاید میگم قشنگ نباشه گفتنش، ولی بچه‌ها از کردیت‌های خودشون، من کارت بانکومات دوستم هنوز دستمه که 14,000 کرون از کردیتش کشیدیم که پولش میشه. یکی دیگه از دوستامون خب بعد حساب کنید چجوری میخواد این پولا برگرده. خب به هر حال موقعی که ما فکر میکنم که اگر که آدم واقعا بتونه که یعنی واقعا هدفی داشته باشه براش علاقه و من ممکنه یه شب برم بیرون 2,000 کرون خرج کنم. برقصیم ما همه با هم هستیم. متوجه نشدم خانم غزال چیکار کردن؟ من ممکنه یه شب برم بیرون 2,000 کرون خرج کنم. نشان دادن همبستگی با مردم ایرانه. چه جالب. صفا. برقصیم ما همه با هم هستیم. دختران جوان شیک پوش ما رو. خوشگلم اومد خوشگل من.
نازتو برم. ملت توی تظاهرات که شرکت کردن هیچ وقت نگفتن مرگ بر جمهوری اسلامی. همه شرکت کردن توی انتخابات، همه به قول معروف این رژیم رو قبول دارن، ولی نقطه هدف و تیررسشون آقای خامنه ایه. الان مرگ بر دیکتاتور میگن. سپاه پاسداران. ما شاید خودمون خبر نداریم که جریان چی هست و جلو افتادیم و به قول معروف فریب جریان خودی. ممکنه اینطور باشه، ممکنه که خود من به یک روزی به یک جایی برسم که ببینم نه همه این جریان اشتباه بوده، مردمن که صبر می‌بندن و شاید یه روزی برملا بشه که همه این کارهایی هم که ما داریم میکنیم اینجا در حد توان ما. شاید کلمه درست رو بهتر بردارم و بگم که در حد توان ما از شرایط حال وضعیت مردم ایران هست. سپاه پاسداران. مسئله که هستش اینه که خب ما یعنی همه بچه‌ها با اینکه هم دانشجوییم هم کار میکنیم، گروهی از جوانان پشتیبان مبارزات مردم ایران سعی کردیم جوانان دانشجویان بیشتر گرداننده این صحنه باشند، گویا برداشت و استفاده دیگری شد. هرگز دیگر در زندگی خودم کسانی رو که نمیشناسم دست یاری و دراز نخواهم کرد، برای اینکه با شگفتی رو برو میشیم. ظاهرا تحت عنوان اینکه جوانان در میدان باشند شاهد حرکت‌هایی میشیم که یک گرایش‌های معینی عمل میکنن. افرادی میتونن بیان که بسیجی باشن، از صحنه بسیج آمده باشن. کسانی میتونن بیان که هواخواه این یا هم جناح حکومت باشن. راهی سپاه هستن. سازمان امنیت سوئد رو در اطلاع قرار بدیم. انتخابات که امسال اتفاق افتاد اینه که روز خود انتخابات یکی از دوستای خیلی نزدیک من بهم زنگ زد، گفت علی آمار انتخابات ما رسولتاتش اومده و همچین اتفاقی افتاده و او این دروغه. پاش رو ما چند تا من و خانم و چند تا دیگه میخوام بریم جلوی سفارت ایران همین امشب اعتراض بکنیم. من گفتم که خیلی عذر میخوام، گفتم نه من امشب میخوام با چند تا دوستان برم بیرون مثلا بریم صفامون رو بکنیم. به خوشگلم اومد خوشگل من، نازتو برم. من ممکنه یه شب برم بیرون 2000 کرون خرج کنم. چه جالب. صفا برقصیم ما همه با هم هستیم. از پس پرده نگاه کن مثل شطرنج زمونه، هر کسی مثل یه مهره توی این بازی میمونه، یکی مثل ما پیاده یکی 100 سال سواره، یه نفر خونه به دوشه یکی 2 تا قلعه داره، یه طرف همه سیاه و یه طرف همه سفیدن، روبروی هم یه عمره ما رو دارن بازی میدن. اونا که اول بازی توی خونه تو و من پیش پای اسب دشمن، اون همه سرباز و چیدن، ببینم روزم تو بازی میونه شاه و وزیرن، هنوزم بدون حرکت پشت ما سنگر میگیرن. اون که ما رو بازی میده، اونه که مهره رو چیده، اون که نه شاه نه سرباز نه سیاه